کدامی که میخواهد الان کاری خیر سهمگذار باشه حسابگذار باشه الان نمره کارت نوروف شهروخ مثلا حساب چا بگذاره موقع در امون خدا اینا برادرو مبین یک جنگل یک 5-6 اولاد زندگی میکنن نه او دوران نه سوید یک اون چی دوران همه چی دوران مقصد در مبین یک جنگل انشالله میره میبینیم شون خود چی حال دارن الان بخدا راست دیگه برادر یک بگون تو بخدا قسم شرایط رو میبینی دیگه نمیفوره که نون بخری خدا بزنه وقتی که این شرایط رو میبینی دیگه خیال میکنی که نون نخری خوبتره اینجا دا خونه کردن نکن اینجا او داشته السلام علیکم نه مقصد این خونه را شامته کاملا خونه را نه خونه را بین این خونه را نه خیلی میدوه هم خیلی میگردی در درون خونه دیگه اگه خیلی نمیشه هم خیلی میدوه هم خیلی میگردی وضعیت در اینجا به حد وزمینه خونه در چکریه در اوستش شامته اوستش پانی جنگله هیچی نیست خونه و در نیست از سیویلیزاسیا پانی خفو نوزی خود کرده چی بکرسه نه گوه نه با فکرم که پیشتمی گو زندگیشونه الحمدلله که با فکرم که باید پیش برن گو همیله دوره چون خیلی دید انشالله که همیله دوره سه گو میشوه و زندگی خوب سپانسرای انمی پروژه که ما تا انمجا را اومدیم رسیدیم گستینسا پولی خندوخرو هم رساله‌ای که ما برای اخوان میکنیم استودیا میبل اکا یوسفی برادر در یوتیوب شبکه داره برادر این برادر این قدم مون دستی کداگه در پروژه که بزرگ شما خواهش بداریم در انم برادر پادپیسات سکن دستگیرشین که باید پیشروی کنه و سپانسر دیگری ما اکای محیدین زیاده از 6-7 سال فعالیت کاری تاکسی داره یعنی گرانیت میره و میآید و کدامی که میخواهی گرانیت برای با تاکسی انمی برادر برین پیشروی کاری انمی برادر پیشروی کاری ما میشود بودکای همون زنک های این شرایط زندگی درون بدوره خونه را کاملا کرد این هم خیلی شرایط در زندگی داره این گیر در اطراف پول کاملا که ببینم برادرو اگه مقصد برادرو مقصدی ما خیلی که ما همه را یاردم کردن نمیتونیم ما مقصد بچه نمون زوره است ما یک چند خانه‌ای که به هر شرایطشون وزمینه همون را ما در پیشنهاد کردیم ما همون را که مثال ما ممکن همین ویدیو ما یگون کس عبرت شوه یگون ملت دیگه ببینه شاید با وایو بیان مثال یاردم کنه هدف اساسی ما همین چیزه مقصد دانستی کردن در آدمو که مثلا رسوندن در آدمو که مردم در انم خیلی شرایط زندگی کرده بیاین کدامی که زور تو میرسه دستی کمک درست کنید مثلا امروز من 3-4 خونه را ساز میکنم یک 5-6 تا کالود است شاید همین ویدیو ما سبب میشه یک 10 نفر دیگه میاد یکون 10 کالود است و 10 خونه دیگه ساز میکنه همه خیلی مردم الحمدلله زندگیش خوب میشه این به حد شرایطی وزمینه بخو وقتی یارو میبینی دیگه دیگه نمیشه خود باور کنین یک خیش تاور در طرفای همون کوهستان کو اونجا داخلی دابل کو هرین خیلی سری زمین داشتن اونجا باغ داشتن همونجا میرفتیم باور که خونه که دابل کو پروست برای هم یگونی هم میرفتم اونجا میسودن ای ده خوب بود شرایطش ای ده بهتر چی میگن بسیار چی میگن همون جایی که پدر میمونن کو آدمو دام میگیرن قطعا میگن چی میگن خیلی قشنگ اگر مردمی که دهها باشه قطعا میگن پوزی این همین قطعنایی که در تاجیکستان قطعا میگن همین چوپونو مثلا میبرن مول گورشون جمع میکنن در جا میسن والله قسم همین قطعنای مثال چوپونای تاجیک ای خونای انمی دا خوبتره بنو خدا آره هم کمو باید دیل موبایل بسوزد و کدومی که میتونه باید دستگیری کنه ان شاء الله یه روز به سر یگون کس خدا نه برادرو به چرا اکومولاتور دوران نه اکومولاتور دارم برای سویت ایرا بود نمیدونم در یک سال یک بار کدومی که بیاین نمیره برای زایره در بونه بو بیاره بگیره بیاره سویت هم ندارن خلاص به حد شرایطی وضبینه برادرو خداوند مشکلای ای دو درکو برادرکو آسان کنه گاب در سری مرا که برادر که این فرزندکو دیدین فرزندای یک زنک تایو کرده بود فرزندو یک زنک مقصد پدر ندارن
شوهر نداره و پریدیوس همو همین زنکه یوردم که خجب هیچ چیز نکنیم همین خونه شکن تا بلندتره که کلتور نخشو کنیم که مثلا زندگی خوب داشته باشه و در حق ما دوگو باشن شاید پگه فرزنده همون کلام میشه مثلا ممکن اگه وظیفه دار باشن اگه آدمی مثلا با جامعه فایده آور شوند و شاید اگه روز فایده همیان به ملت ما هم برسه ان شاء الله به ما هم نرسه به اگه مسلمان ان شاء الله میرسه زنده باشین اینجا بو این هر دیگه دونچه شون با اوقات کردیم بیچاره ما رو هم جمع کردیم که اوقات بخورین یکی ما با فیلم کنم خودتا یاران خوردن نمیتونیم به خاطری که تیزه برادرها بیچاره رو به همین شرایطی پس داشتنشون که عموما خوردنی ندارن همین عده سکونتی که ما اینجا ویدیو کردیم دسترخوان کرده و مجبور داره که بدونیم بشه اگر که از ما اقلا این قهر که امروز نخوریم و حرمتی میشوه های برادرایی که قطعی اومدگی هم و یا خورده هستن ما میدونیم پروس اکا اینو رو گردوندن به زیبه یک کم طرف میخوریم انشالله اگر میگون شمک شبتیم ببریم مقصد امکان نمیشه ولی با بریم دسترخوانشون رو ببینیم بیا برادر عزیز کامنت انشالله از ما دستور نشون میدیم سیت نو چیلی نه پادکست نه دسترخوانش رو ببینیم در یک مینوته که ما اینجا ویدیو کرده سبدیم ما در دسترخوان کرده برای ما خداوند برکت چون بعد زیاد میکنه انشالله امی ممکن امی چیز امی دلکشودی و مهربانی و امی سبب شده باشه که ما همینجا اومدیم میشد همین در چقری جنگل زندگی بکنه ما اومدیم کمک همه با دسترخوانشون خشو کامیرا که به تو با اشتیای تمام برادر اشتیای تمام در همین درون جنگل یک زنه که سه کودک داره اینجا دونه که با برای ما را شوهر نداره و دسترخوان تیار کرده انشاءالله که با خاطر حرمتش اکای پرویز با خاطر حرمتش نشسته همراه همیو یعنی خوراک نیسفریدی را میخوریم و الحمدلله که کای پرویز انشاءالله اگون دست یوردم دراز میکنه و پول شونه انشاءالله که میتیه الحمدلله تمام شد انا بنگلادشی برادر ما ویدیوی تاجیکستان نشون دادیم دوشنبه خیلی good very good beautiful alhamdulillah Tajikistan very good iPhone flower beautiful alhamdulillah ویدیو تاجیکستان نشون دادیم راحت کرد خدا کدام خدا ما اینا نمیدونم که چه کمینتر یکنیم و چه گپ زنم ما اوقات تیز نمیخوریم ما اوقات نخوردیم و بیچاره در یک سکوند رفت گوش جوشید شیر جوشون ما در شیر آورد همه همین کار در بین 5 منوت همین زنه کرد یک نمود سالاد تیار کرد ما اینا چه بلگداری کنم نمیدونم بخدا کمی دعوت نکنی زنوی بنگلادشی بیان توجیکو اگر که شرایط باشه کدوم میتونه بگیره بگیره برای در بین 15 دقیقه نوچ تیار نوچلی تو انیق sinian itu ke sinian گردنی با مزه بخنو را این کاکتل را این کاکتل بخنو قسم very good کیرا مونده موزیک وایرو نکنی چه آره یک خوش شکر کنش دستان چپک نبیو today student no finish finish blogger video blogger good alhamdulillah hey Yusuf oh كان بدنا كفر قبل يوم يخلي big just 1 minute همه همین چیزایی که از ما نقل کردیم انا همین مادر برای ما تیار کرد
با خدا ما از زمین تا آسمان می‌ندارم که مثلا همین مادر خودش داخل خطی 4 فرزند زندگی میکنه انشالله ما خونش ایسر ساز میکنیم و در چشمای همین مادر به خدا رحم دیده میشه و مقصد چشماش میگه که من محتاجم و ما الحمدلله که این مادر را کمک میکنیم خدا خواهد. الحمدلله. Thank you sister. Thank you. جزاک You children? همش همین کودکای مادر. 5 فرزند داشته 5 فرزند. 5 تا. ماشاءالله. ماشاءالله. با خدا من دیگه گپ ندارم دستم من برداشتم دیگه یکم گپ نمیزنم برای که همش خودش معلومه. Class 7. هفتم سینش نمیخونم. Seven children? 7 children? Class 7 madrasa. مادرش بوجیته. Thank you. Thank you sister. Hey, Ayub. 4-5 day after it's new home inshallah. inshallah. Okay? 5 दिन पर हमारे यहाँ घर दी बोले हाथ दे. Okay? Thank you. با خدا Shukran. شکرا. Alhamdulillah. شکرانه میگه امی اومده شکر میگه یوردم نمیشه شکر امی که اومده هزار احمد انا خیر انا مقصد صدقه جاریه. سلام علیکم.